سلام به همگی. خب من تارا هستم و امروز که این وایس رو ضبط میکنم 7 ماهه که دویدن رو از صفر با مربی عزیزم محمد رضا شروع کردم. دیروز برای اولین بار مسابقه 10 کیلومتر رو دادم. من روزی که شروع کردم دویدن شاید 200 متر هم نمیتونستم بدوم. ورزش‌های دیگه زیاد انجام داده بودم اما دویدن رو بلد نبودم. اصلا تو تصورم هم نبود که بتونم مثلا بدوم و دویدنم به کیلومتر برسه. اما خب با آموزش درست و مربی خوب و تمرین و پشت کار شد و از این بابت خیلی 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 خوشحالم. ولی حالا چیزی که امروز دوست دارم راجعش صحبت کنم تجربه‌ام از شرکت در اولین مسابقه مسابقه‌ای که اصلاً نمی‌خواستم شرکت کنم، اصلاً نمی‌خواستم خود رقابت کنم. یعنی این تو ذهنم بود که نمیخوام رقابت کنم، اصلا نمیخوام خودم رو بندازم تو این حس. یه جورایی احساس اضطراب می‌کردم که نکنه خوب نباشم، نکنه مثلا بقیه از من بهتر باشن و غیره. راستش اینو محمد رضا ازم خواست که این وایس رو ضبط کنم و این تجربه رو با کسایی که شاید مثل منن یه سری ترس‌ها و اضطرابا از مسابقه دارن، نمیخوان مسابقه بدن، به اشتراک بذارم. امیدوارم بتونه کمک کننده باشه. فقط بگم این فقط تجربه منه به عنوان آدمی که اولین مسابقه دو رو شرکت کرده. خب به نظرم بهتر اولش یه مقدمه از خودم و شغلم بگم، چون میدونم به واسطه مسیری که تو زندگی طی کردم یه سری حسا و موانع و سدها تو ذهنم ساخته شده و این ممکنه باعث این نوع نگاه من به مسابقه شده باشه. من دکترا مهندسی عمران دارم و الان مدتی ریسرچرم، شغلم فنیه و خلاص اینجوری بگم خیلی آدم رقابتی ام. من از روزی که رفتم مدرسه از اول دبستان فقط 20 نمره میدونستم. اگه میشدم 1975 ناراحت بودم، نگران که چرا من اشتباه کردم. همه چی خلاص باید عالی باشه. من همیشه باید بهترین خودم می بودم، همیشه شاگرد اول بودم و غیره و غیره. خب این خیلی بده. چرا؟ چون که استرس و اضطرابی که با آدم وارد میکنه بی‌نهایته. خلاص من تو تمام مقاطع تحصیلی شاگرد اول بودم، حتی تو دانشگاه، و اینکه تو مسیر زندگیم همیشه این اضطراب و فشار و حس رقابت با من هست. یه جایی 7 ماه پیش از شدت خستگی ذهنی که به اوج رسیده بود به خودم گفتم باید دویدن رو شروع کنم. این به من کمک میکنه که ذهن و بدنم رو بیشتر با هم هماهنگ کنم، توی صبر کردن رو تمرین کنم و یاد بگیرم. با مربی عزیزم محمد رضا شروع کردم. خب تو این مسیر ما تمرین‌ها رو خیلی دقیق انجام میدادیم، جلو میرفتیم و همه چی خوب بود. اما من تو تمرین‌ها یه حسی که بهم دست میداد این بود که اگه شخصی از بغل من رد میشد تندتر میدوید، حالا هرچی من اعصابم خورد میشد، یا سعی میکردم تندتر بدوم ازش جلو بزنم، یا اینکه هی بعد خودم یادآوری میکردم که آروم باش، کنترل کن، کار خودتو بکن، چشتو ببن، هدف ما از تمرین یه چیز دیگه است. خلاصه یه بساطی بود. یه روز توی تمرین یه گروهی داشتن میدویدن، نه خیلی تندتر از من، ولی خب چون تعدادشون زیاد بود من انقدر استرس گرفته بودم که سعی کردم هر جور شده ردشون کنم. 1 کیلومترم تندتر بدوم که نبینمشون. خلاص اومدم به محمد رضا گفتم ببین من آدما رو میبینم استرس میگیرم، مثلا وقتی دارم میدوام همش احساس میکنم مسابقه است و نمیتونم اینو کنترل کنم و اینا. بعد محمد رضا بهم گفت نه اینجوری نمیشه، تو باید مسابقه شرکت کنی، برو 10 کیلومتر ثبت نام کن و مسابقه شرکت کن. خلاص از اون اصرار و از من انکار، اما آخرش گوش دادم. تو دلم هم همش میگفتم نه من رقابت نمیکنم، من اصلا به چشم مسابقه به این نگاه نمیکنم، من که توقعی ندارم و غیره. تا رسید یه هفته قبل مسابقه، همه اطرافیانم اونایی که می‌خواستن این مسابقه رو شرکت کنن یه سری اهدافی داشتن، مثلا یکی می‌خواست زیر 40 دقیقه بدوه، یکی دیگه می‌خواست یه کار دیگه بکنه و اینا. خلاصه اینا رو همه با هم به اشتراک می‌ذاشتن. منم این سطح استرابمو می‌برد بالا، میومدم به محمد رضا میگفتم خب ما باید چیکار کنیم؟ محمد رضا به من میگفتش که هیچی، ما هدفمون فقط اینه که تو این مسابقه شرکت کنی، با شرط مسابقه آشناشی، طرز فکرتو اصلاح کنی، همین. خلاصه من با کلنجار اینو قبول می‌کردم تا اینکه آب و هوای اینجا هم شدید تغییر کرد، همش شد باد و طوفان و بارون و سرما. یعنی اینجور بگم یه 2 روز قبل از مسابقه انقدر طوفان عجیبی اینجا شد که درخت‌ها قشنگ از تنه درخت قطع شد، نه فقط شاخه، از تنه قطع می‌شد. باد 72 کیلومتر بر ساعت. من رفتم تمرین. یعنی یه وضعیتی. خلاصه رفتم تمرین و اینا خیلی سخت بود. بعد اومدم به محمد گفتم که واقعا این شرایط مسابقه باشه خیلی سخته، من اصلا نمیدونم چیکار بکنم. خلاصه هیچی گذشت. روز قبل مسابقه من سطح استرسم رفت بالا و رفتم محل مسابقه رو زیر و رو کردم. یعنی نقشه مسابقه رو گذاشتم جلو، شیباشو بررسی کردم، رفتم محلو دیدم، رکورد آدما رو درآوردم، سابقه مسابقه رو درآوردم، هی خودمو مقایسه کردم، هی به خودم گفتم بابا من اصلا دارم چیکار میکنم، چرا من خودم انداختم تو این بدبختی، استرس کم داشتی دختر، هوا هم اینقدر بده، باد شدید، سرما، اصلا چه کاریه. هی به محمد پیام میدادم میگفتم این چه کاری بود، من الان باید چیکار کنم، من چه جوری باید برم مسابقه بدم، مثلا اونجا باید چیکار کرد، چه جوری بودم، همین جور هی استرس دیگه. هی وایس میدادم به محمد رضا، بعد هی میگفتم که آخرش اگر آخرشم چی، اگه همه از من بهتر باشن چی، اگه همه برن من بمونم چی. خلاصه نگم براتون از استرسم، هی وایس میدادم، هی میگفتم محمد رضا یه اپسیلون مونده من نرم مسابقه، من اصلا نمیتونم این استرس رو تحمل کنم. محمد رضا هی در جواب من آروم میکرد و بهم یادآوری میکرد که اونجا تو رقابت با هیچ کسی نیستی، این طرز فکرت غلطه، برو این کارا رو انجام بده، این کارو کن، اون کارو کن، این کارو کن، به خودت اطمینان داشته باش، به تمرینامون هم اطمینان داشته باش، به خودت یادآوری کن که تو تا چند ماه پیش 1 کیلومتر هم نمیتونستی بدوی، اما الان سر خط یه مسابقه 10 کیلومتری وایسادی و به این افتخار کن، ازش لذت ببر، انقدر به خودت گیر نده.
اینا آب رو آتیش بود، به منم خیلی انگیزه میداد. اما یه خورده که میگذشت اون حس رقابت دوباره سر برمی آورد و همش اینطوری بودم که نکنه بری گند بزنی، نکنه اینجوری بشه، نکنه عقب بمونی و اینا. خلاصه مسابقه ساعت 2 بعد از ظهر بود. منم از صبح بلند شدم، هیچ کار مفیدی نمیتونستم بکنم، همش استرس. هی هوا رو چک میکردم، هی لباسامو میچیدم، هی صفحه اینستاگرام مسابقه رو نگاه میکردم ببینم اونایی که ماراتون دویدن چیکار کردن، اونایی که 7 ماراتون دویدن چیکار کردن، نتیجهشون چی شده. هی نگاه میکردم، هی اطلاعات جمع میکردم، هی استرس میگرفتم، دوباره وایسای محمدرضا رو گوش میدادم، هی آروم میشدم، دوباره استرس میگرفتم، دوباره وایسا رو گوش میدادم. یعنی من 40 بار این وایسا رو گوش دادم. بعد هی به خودم میگفتم بی خیال شو، چرا انقدر استرس داری، یه مسابقه است دیگه. خلاصه میخوام بگم اصلا حجم استرس عجیب. لحظه موت فرا رسید و من رفتم محل مسابقه. اولا دلم اصلا نمیخواست از ماشین پیاده شم. هی تو ماشین نشسته بودم، هی به خودم گفتم برم نرم، من آمادگیشو ندارم، من نمیتونم، سرده، باد میاد، هیچ. خلاصه رفتم. یه نیم ساعت زودتر تو محل شروع بودم، دیدم که هزاران نفر اونجان، کسایی که میخوان مسابقه بدن، اونایی که نمیخوان مسابقه بدن، خانواده‌هاشون، ساپورترها، همه اومدن. جو خیلی خوب بود، از هر سنی، همه شاد داشتن گرم میکردن، بعضیا تکی، بعضیا گروهی، اینا هر کی مشغول کار خودش بود. منم یواش شروع کردم گرم کردن و رفتم بلوکمو پیدا کردم و منتظر شدم که نوبتم برسه و اینا. دیگه اونجا جدی شده بودم، استرسم زیاد، اصلا فکر می‌کردم الانه که دیگه کنکور ما شروع شه. هیچی دیگه. رسیدیم سر خط مسابقه و محمدرضا بهم گوشزد کرده بود که اونجا خیلی جو میدن همه. وقتی که مسابقه شروع میشه خیلی معمولا پر انرژیه و تشویق و سر و صدا و همه تون میدونن و اینا. تو جوگیر نشو، خیلی مهمه که نذاری هم صد توانتو نذار اول مسابقه، چون بعدش میری و بعد توانت کم میشه. خلاصه به خودت یادآوری کن که جوگیر نشی، آروم کار خودتو بکنی. اینم به من استرس میداد، به خاطر اینکه من با خودم میگفتم آقا من اینقدر آدم رقابتی ام، حالا باید اول مسابقه‌ای که به قول محمدرضا همه جوگیرن و تون میرن، من مخصوصا خودم رو کنترل کنم و یه جوری کند برم و از همه عقب بمونم و این برام فشار فکری بود. خلاصه هیچی دیگه. تو تشویق و موزیک و سوت و هورا و اینا مسابقه شروع شد. برای من اون لحظه مثل این حالتی بود که نمیدونم یادتون هست یا نه، وقتی می‌خواستیم کنکور بدیم یا امتحان، میشستیم همه سر جلسه سکوت و اینا، بعد میومدن برگه ها رو میذاشتن پایین صندلی، بعد تو یه لحظه بود میگفتن که خب برگه ها رو بردارین. یه لحظه همه دولا میشدن و برگه ها رو برمی‌داشتن. دقیقاً واسه من اول مسابقه اون حالت رو داشت، یه حالت آماده باش و اضطراب زیاد. ولی تا شروع شد یهو همه چی عوض شد، انگار که برگه امتحان رو برداشتی بعد توش به جای سوال نوشته باشه تبریک میگم تو قبول شدی. من اصلا یهو موندم. یعنی وقتی که مسابقه شروع شد انقدر همه چی عوض شد، انقدر همه چی باحال بود، انگار اصلا مسابقه نبود، این اصلا امتحان نبود، اصلا مسابقه نبود، یه کار گروهی بود، یه ایونت بود، یه حرکت دست جمعی بود. انگار مثلا یه تیکه از شهر رو رزرو کردن، دادن بهت، محافظتش کردن، همه همکاری کردن که تو بتونی تو خیابوناش با خیال راحت بود دوی و لذت ببری. یه عالمه آدمم اومدن تشویقت کنن. یعنی من اصلا انقدر برام این تجربه متفاوت بود که حد و حساب نداره. اولین باری که یه نفر غریبه تو خیابون اسممو صدا کرد و گفت آفرین تارا بدو، انقدر حس خوبی بود که نمیتونم بگم. این حس بارها توی مسابقه تکرار شد. جو خیلی دوستانه بود. بعد خب چون اصلا همه سر یه تایمی شروع نکرده بودن، اینجوری بود که همیشه یک سری آدم جلوی تو هن، همیشه یک سری آدم عقبتن، گاهی تو میری جلو، گاهی یکی دیگه میره جلو. یعنی اصلا هیچ استرسی بهت نمیده، هیچ رقابتی نیست، همه دارن میدونن، یه حس همکاری داره، یه سری همدلی داره، حتی همه همدیگه رو کمک میکنن، به هم روحیه میدن، با لبخند، با ضربه دست، خیلی شاد بهت انگیزه میدن، تو هم انگیزه میگیری، با تشویقات تلاشتو میکنی، در این حال که حواست از همه چی کنترل کنی و مسیر رو طی کنی و کارتو به سرانجام برسونی. از تمام لحظه‌هاش هم میتونی لذت ببری. من مسابقه رو تموم کردم، نتیجه خیلی 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 بهتر از انتظارم بود. حتی مربی عزیزم محمدرضا گفت از انتظار اونم بهتر بود. هم رکورد 5 کیلومترمو زدم، هم رکورد 10 کیلومترمو زدم. خیلی خیلی هم بهم خوش گذشت و تمام طرز فکرم نسبت به مسابقه عوض شد. فهمیدم چقدر اشتباه می‌کردم و حتی به این فکر کردم چه فرصتایی شاید من با این افکارم از دست دادم. خواستم بگم که اگه مثل من فکر میکنین و ممکنه این موانع تو ذهنتون باشه، به خودتون اجازه تجربه کردن بدین. شاید این تجربه خیلی با اون چی که ما تو ذهنمون ساختیم فرق کنه. مرسی که به حرفام گوش دادین. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. اینجا باز دوباره از مربی عزیزم محمدرضا هم تشکر میکنم به خاطر همه ساپورتاش و اینکه اینقدر قرای منو سر این مسابقه تحمل کرد. مرسی، روز و شبتون بخیر.